السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا لغت عربی قسم 12 هست. یک چیز نگفته نمونم برادران عزیز که ما از اول گفته بودیم لغت عربی را وقتی که کم کلمه را زیاد میکنیم گراماتیک را شروع میکنیم. در شروع کردن که صرف یا که نحوی لغت عربی گراماتیک میگنشه کمی مشکل میشود. یعنی کم ترک احتیاج به ازیاد کردن به حفظ کردن دارد. وقتی که اون یک اول در کمی مشکل می شود، وقتی که شما از اون مشکل گذشتین انشاءالله دیگه شما در یگام جا بگیم که لغت ازیاد کردنتون و فهمیدنتون دیگه تمام قینه می شود انشاءالله. فقط برای این ازیاد کردن وقتی که این درس 12 ما خاصتا متعلق به ازیاد دارد. این را حرف صغیر میگنشه. ما چه روزی گذشته گفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکنن. مصدر همه را میگن که کلمه ای که از او چند چی برآوردن ممکن است. مثلا در لغت تاجیکی میگیم که زدن با معنی زدن، نه که یگام زمان دلالت نکرده است. وقتی گفتیم که زد، میزند، بزن، زننده، زده شده، از این مصدر چندین چیزها پیدا کرده میشه از یک کلمه زدن. وقتی که شما اگر که این حرف صغیر بدونید، اگر یعنی که همین گردونه که ما میخونه اگر که بدونید، هر کلمه ای که شما وقتی که مصدر باشه ازیاد که کردید اونا از یک کلمه 12 چیز برآورده میتونید. علاوه گویا که شما یک کلمه رو که ازیاد کردین گویا که 12 چیز شما ازیاد کردگی از خود کردگی هستین. طریقه و راه آسان ترین برای لغت عربی یاد گرفتن یکم این صرف است. ما شروع میکنیم در اینجا در بالای اینی که لوح نوشتگی است، در بالای همین شاشه نشان میتدوزی. شما او را نظر کنین چه خیلی مثلا که هست است همه را ازیاد کنین، چه خیلی که من تلفظ میکنم ازیاد کنین و در دوامش با هر یک کدامش هم معناهاش هم میگیم تا آخر التماس میکنیم که اینا گوش کرده و ازیاد کنین. ان شاء الله از این وظیفه میگذارین. شما هر کسی که الله پاک در قرآن میگه که الله پاک مهنت شما را برباد نمیتد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله پاک کوشش شما را، سیر شما را هرگز برباد نمیتد. این لغت قرآن است، لغت حدیث هست و این طلب علم حساب میخورد و شما ثواب میگیرین، هم نه تنها فقط برای فهمیدن قرآن و سنت و بلکه در زندگی شما به کار میرن ان شاء الله. ما شروع میکنیم ان شاء الله. یکم از یک مصدر از ضرب 12 چیز میبراید. مثلا ضرب یضرب ضربا هو ضارب و ذا فهو ضارب، این که پس اون زننده، فهو ضارب چی پس اون زننده، و ذاک مضروب و اون زده شده، پس اون چی زده شده. مضروب لم يضرب لا يضرب اضرب ليضرب لا تضرب مضرب مضراب اضرب. این حرف صغیر میگن شه. این از حرف صغیر میگن. در همه چیزها مصدرها این 12 چیز میآید. کدام کلمه‌ای که نباشد از اون میگن 12 چیز میآید. اگه معناهای هر یک کدامش حاضر میگیم، ما معنای هر یک کدام کلمه‌ای که در اینجا میآیند معناش میگیم و چی است میگیم شه ان شاء الله. مثلا ضربه، زد وای مرد در زمان گذشته، فعل ماضی است. یضرب میزند وای مرد در زمان آینده، فعل مضارع میگن ایرا. ضربن زدن هم میگن، این مصدر است. همین یک ضربن زدن ما 12 چی برادیم. فهو ضارب پس اون زننده هست. یک مردی زننده را میگن، اسم فاعلش میگن. اسم فاعل با اونایی که کننده کار. و ذاک مضروب گفته یک مردی زده شده، اسم مفعول، اینه که در بالای او ضرب شدگی است. فهمو؟ در بالای او چیزی است کاری زدن شدگی هست. او را مضروب زده شده میگن. لم یضرب نزد وای مرد در زمان گذشته. لم وقتی که در اومد، یضرب اصلا فعل مضارع بود، وقتی که لم که در اومد زمان گذشته دلالت میکند. لم یضرب نزد وای مرد در زمان گذشته، فعل جهدش میگن ایرا. جهد گذشته را انکار میکند که نزد است، نکرده است. لم یخرج نبر آمده است مثلا.
لا یضرب نمیزند وی مرد در زمان آینده فعل نفیش میکنه. نفی کرده است که نمیزند در آینده. اضرب بزن تو مرد، یعنی که امر حاضرش میگن. لیضرب، لیضرب یک کسی که در نزدت نیست. تمر میکنی گو تا بزند وی مرد، گو تا بزنند چی؟ وی مرد. امر غایبش میگن. یعنی که کسی امر میکنی میگه بگو هم فلانی را که بزنه هم فلانی آدم. مثلا لیضرب میگوی گوی تو بزند، مثلا گو تو بزند آن مرد. لا تضرب مزن تو مرد، نهی حاضرش میگن، یعنی که نهی کرده که نکنی کارا. لا تخرج نبرو، لا تضرب نزن، لا تشرب ننوش، فهم؟ لا تحضر حاضر نشو. مضربون ای ظرف بگن، وقتی زدن و جای زدن میگن، اسم زمان و اسم مکانش میگن. مضربون زمانی زدن یا که مکانی زدن میگن، همه جوره مضربون. مضرابون آلتی زدن میگن، اسم آلت هست. مثلا که مضرابون این حوزی وزناشون با چند وزن میان. مثلا اینا منشارون، منشارون اره میشه، بر همین وزن میشود. منشارون اره آلت هست. آخی مفتاحون کلید میشود. مفتاحون چی؟ کلید. اسم آلت، اسم آلت چی؟ زدن، اسم آلتش میگن ایره. اضرب گفته زننده تر، اسم تفضیلش میگن. یعنی میگه که هذا اضرب الناس، این زننده تری مردم هست. این چی هست؟ زننده تر هست، یعنی که این آدم خوب است، این خوبتر هست. برادران گرامی، این درس ما میفهمم که بسیار برادران شاید که نافهمو باشد، ولی از این درس استفاده کلان میگیرین. شما همین را اذیت کنین، الله پاک راضی باشه. این درس ما بردوام هست، کوشش میکنیم هر برادری که مطابقتی میکنن تا آخر، ان شاء الله مدت 2 ماه اونها میتونن که عربی را همه حاجت های خودشونه و ضرورت های خودشونه به آسانی گپ بزنن. ان شاء الله فقط 2 ماه صبر کرده و این درس را به ترتیب اذیت کرده و خواندن در کور است. ان شاء الله این وقتی که اذیت کردین، ما به ترتیب کم کم هم لغت هم صرف، الکی بگیم قینی صرف اینمی است. قینی صرف اینمی بگیم که 12 کلمه است. 12 کلمه را شما حتی برادرایی که کار میکنن در جای کارش میتونن اذیت کنن و برادرایی که در خانه باشن در نیم ساعت یا در 1 ساعت اذیت میکنن. نه که ان شاء الله رفته رفته نتیجهش در آخر میبینن که الکی عربی را فهمیدن. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، آیا شما میخواهید که راه اسلام با طریق آسان بیابید؟ پس شما آبونه شوید در کانال آسانی تیوی. در این کانال آسانی تیوی حدیث ها خوانده می شود و سرود های اسلامی خوانده می شود و قصه های عجیب برای شما پیشنهاد خواهم کرد. ما برادران عزیز در این کانال آسانی تیوی در خدمت شما هستیم و شما هم برادران عزیز پتفیسه کنید و به دوستانتان بفرستید تا اینکه آنها هم آگاه باشند. ما در کانال آسانی تیوی با شما هستیم و شما هم با ما بمانید.